توی این ویدیو با هم دیگه یاد میگیم چجوری میتونیم با یه پریست خیلی ساده 30 ثانیه‌ای یه همچین بلری رو روی ویدیومون بندازیم که خیلی به درد گیم پلی و ادیت گیم پلی میخوره. تا آخر این ویدیو با من همراه بشید که خیلی به کارتون میاد. سلام رفقا، امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه. من پارسام و اینجا کانال ایزی ادیت هر روز کلی ویدیو درباره برنامه‌های پریمیر، فتوشاپ، فیلمور رو واسهتون میذارم و خوشحال میشم اگه اولین باری که دارید کانال منو میبینید حتما این سر به کانالم بزنید و هر روز ما ویدیو داریم و سعی می‌کنم بهتون ادیت گیم پلی به سبک حالا یوتیوبرای معروف و ادیت گیم پلی واسهتون بذارم. خب بچه‌ها امروز با هم دیگه در واقع می‌خوایم بریم سراغ یه دونه پریست شیک که حالا واسهتون توی کانال تلگرام میذارم. 20 مگ میتونید دانلودش کنید و خیلی به نظرم پریست خفنی، حتما دانلودش کنید. کانال تلگرامی زیر میاد، توی قسمت دیسکریپشن هم واسهتون گذاشتم، همین اولین در واقع توضیحات هستش، میتونید دانلودش کنید دیگه. خیلی سوال میپرسید درباره کانال تلگرام، واسه توی همین دیسکریپشن گذاشتم لینکشو. خب این در واقع فایلیه که حالا دانلود میکنید از توی در واقع کانال تلگرامی. روش یه دونه کلیک کنید و کلیک راست یه دونه اکسترکت رو میزنید و واسهتون یه دونه فولدر اینجا واسه شما نشون میده که RSMB Motion Blur for PR and After Effects که یه در واقع پریستیه که هم واسه پریمیر هم واسه افتر افکت و جفتش هم خیلی خفنه. حتما دانلودش کنید، خیلی به کارتون میاد. خب من در واقع فولدرش رو باز میکنم و در واقع به شما یه دونه RSMB اگزه میده و یه دونه سریال نامبر که جفتش رو باید داشته باشید. اون اولی هم در واقع سایتش بود. خب روش دارین کلیک میکنید، در واقع روش رو کلیک میکنید و در واقع باید شروع کنید به نصب کردنش. من در واقع یه همچین در واقع شکلی داره و شروع میکنید به نصب کردنش دیگه. خیلی راحته. اینجا در واقع نسخه‌ای که واسه در واقع پریمیر پشتیبانی میکنه، افتر افکت پشتیبانی میکنن اینجا واسهتون نوشته که در واقع باید دیگه کمتر از 2015 و 2014 نباید داشته باشید. فکر میکنم دیگه 2014 باشه تهش. خب من نکست رو میزنم و اینجا اکسپت رو میزنید و نکست رو میزنید و خیلی راحت شروع میکنه واسه شما نصب کردن که یهو یه همچین چیزی میاد. حالا روی این در واقع داکیومنت سریال نامبر کلیک میکنید و این در واقع اولی رو روش کلیک میکنید و اینجوری سلکتش میکنید، کنترل سی رو میزنید و وارد در واقع اینستالر اینجا میشید و کنترل وی رو میزنید اینجا. این در واقع شد یوزر نیمش. میاد پایینی رو هم دقیقاً همین کارو میکنه، کنترل سی رو روش میزنید و میاد روی این کنترل وی رو میزنید. حالا خیلی راحت اینجا اینستال پرو جی آی رو میزنید و شما نصبش در واقع دیگه کم کم تموم میشه. خب نصبش خیلی راحت اینجوری تمام شد و فینیش رو میزنید و شما یه فولدر اینجا نشون میده که اینو کاری نداریم، میبندیم، اینم میبندیم و وارد برنامه پریمیرمون میشیم. حالا من مثلا میخوام روی این در واقع پروژه‌ام در واقع بیام و این افکت رو بهتون نشون بدم که چجوری میتونید ازش استفاده بکنید روی در واقع گیم پلی فورتنایت. حالا میخوام بهتون نشون بدم. من آلت رو روی کیبوردم نگه می‌دارم، این صداشو حذف می‌کنم، به دردم نمیخوره. و مثلا کجاشو مثلا میام اینجاشو مثلا اینجاشو میام یه کنترل کا میزنم که بخوام دیلیتش بکنم و از قبلش دیلیت میکنم و مثلا میام اینجا هم در واقع کنترل کامو میزنم که از اینجا به بعدش هم دیلیت بشه. خب الان من در واقع همچین ویدیویی دارم و وقتی که شما نصبتون تمام شد، اگه در واقع اومدید یه بار سرچ کردید توی افکتا نبودش، یه بار پریمیر تو ببندید باز کنید میادش واسهتون. در واقع خودم هم اولین باری که این کار انجام دادم نبودش. حالا توی قسمت افکتس ها اگه نداریش ویندو رو بزنید و از اینجا قسمت افکتس رو بزنید، افکت کنترل هم بالاش بزنید که الان بهش نیاز داریم. خب روی قسمت افکت ها در واقع سرچ میکنید RSMB و حالا ربطی هم نداره کوچیک بزرگ باشه و اینجا واسه شما همون RE Vision پلاگینز رو آورده که در واقع همون پلاگینایی هستن که ما در واقع دانلودش کردیم. در واقع 3 تا پلاگین مختلف داره که من اولی رو اینجوری درگ میکنم و میندازم روی ویدیو و یه ذره افکت سنگینیه و خب به خاطر اینه که در واقع پلاگین خیلی خفنیه. روش کلیک میکنید و اینجا در واقع واسه شما جی پی یو ستینگ رو در واقع این خود RSMB هستش که اینجا میبینید. این بلر اماونتی که میبینید در واقع شدت اون بلریه که دارید و بهتون توضیح میکنم همون نیم بذارید باشه، چون خیلی دیگه زیادش کنید کلا به هم میریزه. یا مثلا دیگه نهایتا میخواید اضافه کنید مثلا همین 75 صدم بزنید که اوکی دیگه، نمیخواد خیلی زیادش بکنید. یه دونه قسمت داره موشن سنسیویتی که هر چقدر زیادش بکنید در واقع این تیکای اون حالا در حال حرکتشو مثلا میتونید زیاد کم بکنید که من توصیه‌ام اینه که بذاریدش روی آخر
و یه دونه اینجا قسمت جی پی یو ستینگ داره که این جی پی یو ستینگ رو بزنید اول و یوز جی پی یو که اینجا میبینید رو بذارید روی آن باشه، حتما بذارید روی آن باشه که از کارت گرافیکتون استفاده بکنه. اگه در واقع این گزینه با شما نباشه یعنی که شما کارت گرافیک ندارید روی سیستمتون، یا اگه باشه قدیمی کارت گرافیکتون و اصلا حالا تفاوت خاصی نداره. کسایی هم که قدیمی سیستمشون الان بهتون میگم باید چیکار کنید. و این لس جی پی یو مموری رو در واقع تیکشو بردارید که از حد اکثر در واقع اون حالا قدرت کارت گرافیکتون استفاده بکنه. خب من ویدیو میذارم این اول در واقع تایملاینم و الان اگه مثلا من ویدیو رو پلی بکنم شاید یه ذره لگ بشه، حالا حتی لگ هم نیستش، مثلا خیلی در واقع افکت جالبیه که در واقع اینجا قرمز شده ولی واسه من لگ نداره. اگه اینجا رو ببینید، اگه واسه شما لگ بود کافیه که در واقع روش کلیک بکنید و اینتر رو بزنید. من الان اینتر رو میزنم و واسه من شروع میکنه یه رندر گرفتن توی برنامه پریمیر که این رندر باعث میشه من روی کیفیت فول هم حتی اگه بخوام اینو نگاه کنم، حالا هرچند این در واقع افکت زیاد سنگینی نیست ولی مثلا افکت خیلی سنگینی هم که شما استفاده میکنید کافیه روی ویدیوتون یه دونه کلیک کنید بعد اینتر رو بزنید. خیلی راحت واسه شما شروع میکنه یه همچین در واقع خروجی موقتی گرفتن و توی برنامه پریمیر دیگه لگ ندارید و حالا جلوتر الان بهتون میگم چه اتفاقی میفته. فقط شما حواستون باشه که اینجا در واقع تایملاین من روی این افکتی که گذاشتم یعنی در واقع قرمز شده و این داره نشون میده که مثلا این افکت واسه من سنگینه و اگه واسه شما مثل من حالا سنگین بود خیلی راحت کافیه دونه روش کلیک کنید و اینتر رو بزنید و دیگه در واقع وایسید تا این خروجی رو بگیره واسهتون. خیلی هم کم طول میکشه، در واقع افکت زیاد سنگین نیست. و الان اگه ببینید من یه ذره اینو در واقع میام بزرگتر میکنم و یه حالت تاری گرفته دور تا دور ویدیو و یه حالت شیک مانندی گرفته که حالا اینجا در واقع زیاد معلوم نمیشه، مثلا به یه جاهای تیکه تیکه میرسه خیلی راحت این شیکش معلوم میشه. حالا شما اگه روی ویدیو خودتون اعمال بکنید کاملا مشخصه. اینجا هم اگه ببینید دیگه لگ نیستش دیگه، اینجا تایملاین هم ثبت شده و خیلی راحت هر چقدر دیگه کیفیتش و پلی بکش اینجا ببرم بالا دیگه اصلا لگ ندارم. و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی پریست خفنی حتما بهتون پیشنهاد میکنم بریزید و حالا این RSMB پرو اینا رو بعداً با هم دیگه میریم سراغش رو بهتون یاد میدم. شاید واسه افتر افکتش هم رفتیم با هم دیگه و اگه دوست داشتید دیگه از این بعد ادیت گیمینگ رو یاد بگیرید حتما سابسکرایب رو بزنید اگه تا الان ساب نکردید کانال منو و اون نوتیفیکیشن رو حالش روی آل بذارید که ما هر شب و هر روز ویدیو داریم. اگه هم انتقادی داشتید، مشکلی داشتید، آموزشی می‌خواستید حتما توی قسمت کامنت ها بنویسید. من دارم تک تک آموزش‌ها رو همه رو واسهتون ریکورد می‌کنم، آپلود می‌کنم و یه ذره بعد صبر داشته باشید دیگه چون درخواست‌های خودتون زیاد بوده. من دارم کم کم همه رو آپلود می‌کنم. دیگه حرفی نمونه. الانم بهتون دو تا ویدیو دیگه از برنامه پریمیر پیشنهاد میدم که اگه دوست داشتید میتونید اونا رو هم ببینید. دیگه حرفی نمیزنم تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی. ارادت.